حقیقت از نگاه حسین. در آهنگ حقیقت از حسین ببینیم چه توصیه‌ای برای ما داره. با ما همراه باشید. اوزا بگی نگی بد نی نه خیره ترینی که تو جوری پا میگیری میری پی علفای رنگی تر. اوضاع بد نیست و یه جوری هستی که آتش داری که به سمت یه سری هدفهای جلوترت حرکت کنی. تو میری خدا جریمت کرد باز پشت سر پر جریمه است. دوست داری شب و تشای خواب بری قصه پرواز و پرینه. یه جوری به سمت اون اهداف جدید پیش میری که باعث میشه که خدا جریمت کنه. خیلی داری به سمت هدفات میری، پل‌های پشت سر تو هراب را خراب میکنی و وقتی که روز تموم میشه و میخوای استراحت کنی دوتاری همیشه خواب خوب ببینی و همیشه دنبال خوبی هستی. روز باز میشه تعطیل سگلاش پنچر شدی ولی مسکن باد وایسادی قوی تر قبل تنها. انقدر خسته شده که مثل یه توپ پنچری که هر چقدر مثلا بهش بزنن اون تنبلی توپه به جلو حرکت نمیکنه و وایساده توپه. ایدئال سر میده پاد بد میده بال نسبیه مثل کیفیت توی دید این سخت میشه باز بهتر که بگم من از یا معلومه تش سخت پول و تخت هر روز و شب سگ دو تو شهر زندگی اینه از دید جب پر بشه چپ توف بشه کم گرگ میخوره که گرگ بشه کم. این تیکت واقعا فوق‌العاده. میگه که ایدئاله مثلا این اتفاقات ولی بیاد اینو از دید جمع بررسی کن. ایدئاله که مثلا دوست داری به هدفهای خوب برسی ولی بیا اینو اتفاق از دید جمع تعریف کن. مثلا دنبال اینکه که از صبح تا شب تلاش کنن که مثلا شکمشون رو سیر کنن، نهایتش میگن که مثلا ما دنبال شکم اون نیستیم، در حالی که گرگ میخوره، یعنی که دنبال قدرتن که گرگ بشه کم ولی نهایت دنبال اینن که شکم خودشون رو سیر کنن. یه تناقض باحالی بود اصلا اینجاش. اینجا یه تیکه از آهنگ Without Me لانا دل ریه. میگه که من فریبندم، چیزی که راجع به اینه که چیزی که مثلا روی دید باشه و این چیا صحبت میکنم درباره معروفیت حرف میزنه. گلمرس اگه همه درا قفلن یه راه همیشه هست. چه اینجا چه که اون چیزی که داره میاد منظور همون وقتی که مثلا قفل کلیدی که مثلا داخل قفل کنی نمیخوره صدا چه مثلا میاد. خیلی اینجاش باحاله. که کلید همون قفلی که باز نمیشه اراده کردنه. مقصد دوره چیزی نزدیک نی پس یاد نگی جایی درگیر شی. مقصد دوره جای نزدیک نی یعنی که هیچ چیزی با آسونی به دست نمیاد و همیشه یاد بگیر که سختی رو باید بکشی. یاد بگی اگه بدی کردن بهت صاف کنی ولی نره لبخنده راه گاهی میشه لبزنده. یاد بگی پاشی ولی نزوندنده. یاد بگیر ولی پا نشدی، یعنی که هیچ وقت اون لبخند روی لبت هیچ وقت فراموش نکنی. مگه میشه برگردی این سفره مگه تش تخلیف بده بره دنیا رو چی بغل کردی. میگه که اگه میبینی که آقا راهت سخته آسونی نداره ول کن برو و برای چی دنبال هدفتی؟ اینکه بس سختی رو تحمل کنی. بگو پاشه نگو چرا نگو چرا نگو نه تو که دور و ور دیگه میگیری که وقت کمه تصفیه باشه بر بعد. بگو پاشه نگو چرا بشو یکی شبی من حقیقت تو بگو حقیقت تو بخواه تو اگه زیر خاک بری جای جریمه. حقیقت رو بگو و همیشه دنبال حقیقت باش، حتی اگر مردی هم اونجا دنبال حقیقت باش. حقیقت رو میخوام حقیقت پی جوابای جدیدم بودو بگو چیه جریمه مرکمه از روش چند باری پریدم گرگی. اون حقیقتی که مثلا بهم میگن هنوزم فکر میکنم یه دونه مثلا دروغی بینش هست ولی باز هم دنبال حقیقتم. خوبی ها اونم که پاشو تش خوردیم گفت دادی خودی زده ولی تش بود. خوبی ها که تش خوردیم یعنی که به هر مثلا به یک نفر خوبی کردیم پشت دستمون زد. مشکل اینه خودی در کلی از سادی بهشون بگو چرا نشمردی. انگشتاتو میگیری دوتو کمه یه و میبینی خودی زده کار کسی نی با برد بگو تلخی باخ میشه شیرینی. میگه که وقتی که مثلا دست میدی با اون افرادی که مثلا سرت کلاه میذاری اینا یه افراد انگشت رو میبینی دو تا از اون 5 انگشت 2 تا بیشتر باقی نمونده و میگه که بعد میفهمی که از خودی خوردی. نه آجی هنوزم تلخه صلح اگه نیومد سمتت یه نفره رو برو نتیجه آگاهی جلو چیزی نی که بشی راضی از صبرت. صلح اگر مثلا دنبال صلح برو تلاش کن پیداش کن
و حتی اگرچه اون نتیجه وفق انتظارت نبوده، اینکه صبر کردی اتفاق خوبی بیفته ولی اون اتفاق تلخ بوده. I'm a glamorous، یعنی که من فریبندم. فوق‌العاده بود. آهنگ حقیقت از حسین رو شنیدیم که یه جورایی میشه گفت دلنوشتی بود و هر سبک نصیحت کردن افراد بود که میگفت که همیشه دنبال حقیقت باشید و جوری اتفاق نیفته که وقتی میرید دنبال حقیقت به کسی بدی کنید و اگر اون صبری که میکنید به اون نتیجه وفق مرادتون نرسه باز هم تلاش کنید و شاید یه دونه گشایشی راه بیفته و اون چه رو که مثلا گفتم بهتون، اون کلیدی که بخواد اون حقیقت رو باز کنه تنها اراده شما. حتما نظرات خودتون قسمت کامنت بنویسید. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار. پیس اوت.